خسرو پدر سوخته 10 بار بهت گفتم رفتی همون در شامپو رو باز نذار گازش میپره. آقا جان مگه پپسیه گازش بپره؟ نه خیر کوکاکولاست. 20,000 تومن پولشو دادم نمیخوام گازش بپره. باشه آقا جان. اسی یه دقیقه به اون گوشید استراحت بدی بد نیست ها. بازم داری فیلم نگاه میکنی؟ فیلم با کدام نت؟ با نت عمای عظما؟ اصلا میدونی چیه؟ فیلم دیدنم دیگه به اون نمیچسبه، غمگینم میکنه. چرا؟ فیلماشون تو شهر بدون آخوند همه هنرپیشهاشون موفق پولدار با تریپ خفن اتکلون $100 که از پشت گوشی هم بوش میاد. اون وقت من بدبخت بیچاره تنها موفقیتی که توی این چند سال اخیر داشتم اینه یه فیلتر شکن خوب پیدا کردم. ای خاک تو سرت کنم عظما. الهی چراغ عمر ولی وقیشون خاموش بشه که یه نت ساده هم برای جوونا نذاشته. الهی تیکه تیکه بشن به حق این وقت عزیز. الهی ور بیافتن به حق 5 تا. بسته دیگه آقا جان، اینجوری نسلشان رو منقرض نکن. بذار حداقل یکیشون بمونه برای محاکمه. هیچ میدونی این چیزایی که ما توی ایران بهش میگیم آرزو احتیاجات اولیه زندگی هر انسانه. آدم افسرده میشه از این زندگی به خدا. تو افسرده نیستی، فقط کارتت موجودی نداره. جفتش یکیه دیگه. الان وضعیت جوری شده که اگه از خونت بری بیرون پولت تموم بشه ممکنه دیگه هرگز نتونی برگردی خونت. جالبی که قبلا پول نداشتیم مهاجرت بکنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی بکنیم. بچه‌ها یه نصیحتی بهتون بکنم، این که فکر کنیم مشکل همه پول کاملا اشتباهه. بعضیا دوستی میخوان، آرامش میخوان، محبت میخوان، ولی خب من همون پولو میخوام. منم همینطور. یعنی ما تا این حد فقیریم آقا صفتر؟ تا تعریف از فقر چی باشه؟ بدترین فقر اخلاقه بچه‌ها، وگرنه پولو که هیچ کدوممون نداریم. آقا صفتر تا کی این وضعیت بیپولی و بدبختی ادامه داره میشه به ما بگید؟ تا وقتی آخون کفن نشده باشه بابا، همین آشه و همین کاسه. تازه وضعیت الانمون نسبت به چند ماه دیگه مثل بهشت میمونه بابا. پس تکلیف چیه؟ هیچی. پس فکر کردیم برای چی هر شب میگم برین چند تا معمول چکی کنید و برگردید؟ برای اینکه اونی که هر روز بیرحمانه گرون میکنه یادش بمونه که کره زمین گرده و نوبت بیرحمی ما هم میرسه. ایوالله آقا جان. اسی شب شده ها، اون گوشه بنداز زمین، از تو مجازی بریم واقعی چند تا چکی کنیم و برگردیم. باشه بریم.